سلام جتلی، چه خبرها؟ بچه ها عدو رو داریم میبینید. جتلی داره ظرفی شده از ماما کتک خورده. پدر که اون باشه پسرم همین میشه. از قدیم گفتن سگ هر چی بخوره همونم. نمیتونم بگم دهن منو باز نکنیم. مامان کجا میری مامان؟ کجا برم؟ شما دو تا جونگا تو خونه نشستیم بی ارزه سر کار نمیم. هیچ کوفت و زرمال تو خونه نداریم. میرم سر کار. من مگه مردم بذارم مامانم بره سر کار؟ ها اگه کار میکرده الان این من همین یه فرصت ازت میخوام مامان. به من ایمان داشته باش. من به سر تو هم. من رفتم. خداحافظ. باش تو پسرم منم میام. تو هم بیا عدو بریم. بود به خود داشتم دلو برو داریم بینی شده بر نگرد. من که چشم آب نمیخوام با خود برگردیم.